به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار با عریضه مرد 45 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 14 اوگوست سال 2023 تقریبا ساعت 23:30 در کوچه باباجان غفوروف همین شهر شخص نامعلوم او را مورد لطکوب قرار داده با طریق زوروری از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A21 و 440 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن شهر ایسار با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینا عریضه مرد 48 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه مارس سال 2023 مرد 36 ساله ساکن شهر خوجند با روی فریب به باورش در آمده از او $15,000 امریکایی گرفته وعده داده است که توسط شرکت بارکشانی مالهای تجارتی او را دسترس می نماید، اما مبلغش را گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین گمان شونده با همین راه ماه اکتبر سال 2021 در کوچه قزاقان پایتخت به باوری مرد 50 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او برای رشد اقتصادی $23,000 امریکایی گرفته تا مبلغش را برنگردانیده است. اوی بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.